به نام خدا. سلام، با شما هستیم با ویژه برنامه جام جهانی 2026. جا داره که اول از همه مهمونای برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. خب مهمون اول برنامه‌مون آقای جواد خیابانی عزیزه که معرف حضور همتون هست. مهمون بعدی برنامه‌مون آقای امیرخان قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی کشورمون در جام جهانی. و اما مهمان ویژه برنامه امشب ما آقای کارلو آنجلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل. خوش آمدین آقای کارلتو، خیلی ممنونم که دعوت برنامه ما رو قبول کردین و خیلی خوشحالم که شما رو از نزدیک میبینم. سالم من سفر کرد به ایران تا توانست دیدار کرد از نزدیک به آقای قلعه‌نویی، زیرا او تنها کسی بود که توانست در دیدارهای اخیر شکست داد ژاپن قوی را. منم سلام عرض می کنم خدمت همه مهمانان، به ویژه آقای کارلتوی افسانه‌ای. تا امیرخان داره فرمول برتری بر ژاپن و واسه کارلتو می نویسه یه توضیح بدم. ببینین، تنها راه شکست دادن ژاپن شکست نخوردن از ژاپنه. همونجور که وقتی شب نباشه روزه و وقتی تاریکی نباشه نور. منم جا داره عرض سلام داشته باشم. من تاکتیک بازی با ژاپن رو تو 3 کلمه نوشتم، خدمت آقای کارلتو تقدیم میکنم. بی کش آندر. البته ما تو ایران بهش میگیم تاکتیک بکش زیرش. مقابل ژاپن این تاکتیک ما با توجه به میانگین قدی پایین ژاپن خیلی خوب جواب داد. بهترین راه غلبه بر ژاپن به نظرم همین تاکتیکه. بنده خدا آقای کارلتو یکم گیج شد، من تصحیح کردم واسش. این توضیح هم بدم که کارلتو دست و پا شکسته، هم بلد فارسی بنویسه و هم بخونه. من توی رئال، میلان، چلسی و بایرن بود، ولی اولین بار بود شنیدین تاکتیک. حقا که تئوریسین بزرگی شما هستید آقای قلعه. ممنونم آقای کارلتو. اگه ممکنه شما هم در عوض یه تاکتیک 3 کلمه‌ای برای جام جهانی به ما تقدیم کنید. بله البته، چون شما انگلیسی نوشت من هم با زبان فارسی نوشت. آخه اینا چیه نوشتی؟ در مورد توباست، فکر کنم اسم پارتنر کارلتوه. خیلی هم ازش راضیه، حیف که بیادبیه، نمیتونم بگم. مگه چی نوشته؟ بده ببینم. فکر کنم بنده خدای شعر فلسفی نوشته. با تو کسی با کسه. فکر کنم میخواد بگه بی تو هیچی نیست، ولی با تو یکیو داره، کسیو داره. میشه منم ببینم؟ فکر کنم منظور کارلتو باکس تو باکس بوده. آره عادل، منظور همین بود. آقای امیرخان، شما دانستین تاکتیک؟ نه یعنی چیزه، بله، ولی تاکتیک سری ما تو جام جهانی پلن اودیه. اودی عثمان دمبله، درسته؟ نه، اودی مخفف اود دستیه. اودی؟ چه تاکتیک عجیب 2 کلمه‌ای. میشه به منم یاد داد آقای قلعه؟ نه، اونو گذاشتیم تو فینال احتمالی با شما ازش استفاده کنیم. خب آقای کارلتو پرواز داشتن، از حضورشون مرخص شدیم. با آقا جواد و امیرخان برنامه رو
ادامه میدیم. آقای قلعه‌نویی، چی توضیح بدیم واسه جوانگرایی تو این مدت چه کارهایی انجام گرفته؟ خب اگه دوستان نشون بدن به عنوان نمونه، این تصویر شناسنامه بیرانونده. ما اومدیم خیلی خلاقانه 10 سال سن تیمو جوون کردیم. البته میشد کمترم کنیم ولی دیگه میرفتیم تو رده امید. البته که چه خوب ما از سن شناسنامه ایمون کم کنیم و به کتاب‌های کتابخونمون اضافه کنیم. مگه نه آقای بیرانوند؟ فکر کنم سن پسر خداداد افشاریانم شما یه دستی توش بردیم. البته که خود افشاریان میگفت درست سنشو کم کرده. حالا نمیدونم شما سن بازیکنای تیم ملی رو درست کم کردین یا نه. و اینکه هر جور نگاه میکنم خیلی گروه مناسبی افتادیم. میتونست قاره خیلی بدتر از اینا هم باشه. حالا به جز بلژیک به نظرم ایشون دوتا رقیب دیگه رو شکستن. به نظر من چه خوب بود اولین بازی با بلژیک بود. میتونستیم بگیم شکست اولین گام پیروزیه، ولی این بار شکست شاید دومین گام پیروزیه. ببینین آقای فردوسی پور عزیز، ما حتی کیپورد و ازبکستان رو نمیتونیم شکست بدیم. شما از ما توقع بردن مصر و نیوزلند رو دارین؟ به نظرم توقع زیاد ایجاد نکنیم. همین که من تونستم تو مراسم قرعه کشی جام جهانی حضور پیدا کنم، فکر کنم خیلی دستاورد بزرگیه. انتظار داشتم مردم جشن بگیرن، بزنن بیرون، ولی خب احتمالاً چون هوا سرد بود نشد. مطمئنید دیگه که سردی هوا دلیلش بوده؟ اصلا شک نکنید. شما دنبال چی هستین آقای فردوسی پور؟ شاعر میگه هوا بس ناجوان مردان سرد است، گروه قلعه‌نویی در جهان حلوای ارده است. به قول پیمان یوسفی عزیز که جاشم امروز خالیه، گروهمون قلوب پرتو گلوه دیگه. بله آقا جواد، ولی با هسته پریده تو گلوی ما. خب هستشو توف کن امیر جان.